در چند دهه گذشته چه پیش چه پس از انقلاب کردستان ایران یکی از کانونهای تشنج سیاسی بوده. این منطقه همواره از طرف حکومت مرکزی به جدایی طلبی متهم شده، ولی بسیاری از رهبران احزاب سیاسی کرد میگویند کردستان و کردها تنها در پی حفظ هویت فرهنگی خود در چارچوب ایرانی واحد هستند که به حقوق فرهنگی و هویتی آنها احترام بگذارد. در اعتراضات هفته‌های گذشته به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی، دختری کرد که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، کردستان نقشی پیشرو در این اعتراضات داشته. اعتراضات با شعار زن، زندگی، آزادی از سقز شروع شد و همچون آتش مهار نشدنی به کف خیابان‌های سایر نقاط ایران سرایت کرد. مرگ مهسا ژینا اقشار مختلف ایران در داخل و هم در خارج از مرزهای ایران علیه جمهوری اسلامی متحد کرد. تا امروز کردستان در کنار بلوچستان بالاترین کشته‌ها را در این اعتراضات داشتند. اعتراضاتی گسترده و زن محور علیه حکومت. معترضان بارها در حمایت از مردم کردستان و بلوچستان شعار دادند. به باور بسیاری فصلی نوین در اعتراضات سراسری در تاریخ ایران است. مهمان امروز ما علی کریمی، نویسنده و فعال سیاسی کرد است. چرا خواسته های کردها با انگ جدایی طلبی همواره سرکوب شده؟ آیا این بار نگاه مردم به کردستان و اقلیت های دیگر تغییر کرده است؟ نگاه کردها به ایران چطور؟ احزاب کرد چه نقشی در سایر نقاط ایران میتوانند داشته باشند؟ این سوال و سوالات بیشتر از علی کریمی در یک گفتگوی ویژه. علی کریمی، به این گفتگوی ویژه خوش آمدید. آقای کریمی، بذار با اتفاقاتی که حال در سراسر ایران در جریان، اعتراضات گسترده و وسیع، به باور شما چه اتفاقی افتاد؟ چرا مردم کردستان به این وسعت و به این شدت در این اعتراضات شرکت کردند؟ شروعش از اونجا بود و ما میبینیم هنوز در اونجا شدتش بیشتره. فکر میکنید اونجا ستم بیشتری به مردم میشه یا نه احزاب سیاسی اونجا فعالترن؟ اصلا چه عاملی باعث شد که اونجا به این گستردگی باشه؟ با سلام و عرض ارادت، باید عرض کنم که این دفعه با تمام جریانات گذشته از دیر زمان، از زمان رضا شاه که کردها به حقوق خود نرسیدن و همیشه سرکوب شدن، بسیار تفاوت فاحشی داره. به این دلیل که اولا قتل ژینا یا مهسا امینی بسیار بسیار ظالمانه بود، بسیار مظلومانه شهیدش که کشتنش و این بر غیرت و بر تعصب کردها واقعا جا گذاشت و اونا همه یک پارچه اومدن بیرون. بعد این شعاری که در جریان تشییع جنازه مهسا یا ژینا بیرون اومد از دهان کردها و از زبان کردها بر زبان افتاد و در مدت بسیار کوتاهی تمام ایران را فرا گرفت. حتی بگم خارج از مرزهای ایران هم فرا گرفت. در اروپا، در بسیاری از دیاسپورای فارسی ایرانی در خارج از کشورم این شعار به خیلی زود شد ورد زبان مردم. این شعار زن، زندگی، آزادی از سقز بلند شد. از یک شهر کردی، شهر زادگاه ژینا اومد بیرون. این شعار واقعا اگه ما فکر کنیم بسیار جامعه. در این شعار هیچ خشونتی وجود نداره، مرگی وجود نداره. در این شعار برعکس شعارهای گذشته، جنبش‌های گذشته، هیچ خشونتی تو نمیبینی، خاصی نمیبینی. میگی زن، زندگی، آزادی، هزاران تعبیر میشود کرد از این شعار. خب این شعار یک شبه خلق نشد. این شعار از کجا آمد؟ به خاطر اینکه یک سابقه دیرینه‌ای داشته. شعاری بوده که در جاهای دیگه هم شنیده شده، ژن آزادی. به نظر من این ژن آزادی که به سرتاسر ایران رسید
از روژاوا شروع شد، از سوریه شروع شد، از جایی که زنان کرد، دختران کرد با گیسوهای بلند، با تفنگ دور زن به دست به جنگ داعش، به جنگ این خفاش‌های بیرحم افتادن و از اونجا شروع شد. اونا نشون دادن که زن واقعا میتونه بجنگه. این یکسانی جندری رو اونجا اثبات کردن، ثابت کردن که زنا هیچی از مردها کم ندارن و این یک تئوری بود که واقعا پشت این جنبش زنان که در کوبانی اولین دفعه شروع شد و به کردستان ایران هم سرایت کرد. اینو میتونیم از این بگیم که جنبشی که زن توش نباشه مثل جنبش‌های گذشته به همین جا محدود میشه و زود خاموش میشه. من فکر کنم چون این دفعه رهبری این جنبش رو در ایران و بیشتر شرکت کنندگان، تو اگر نگاه کنی به این فیلم هایی که از شهرهای ایران میاد و این کلیپ هایی که از تظاهرات به رسانه ها میرسه، تو میبینی که بیشتر شرکت کنندگان دختران جوان هستن، زنا هستن. به این دلیل من فکر کنم دیگه این جنبش رو نمیشه خاموش کرد. ما میدونیم از روزی که مهسا ژینات، روزی که او رو دفن کردن، احزاب سیاسی کرد یک صدا فراخوان برای اعتصاب و اعتراض دادن. به باور شما نقش این احزاب در این برهه چطور بوده؟ چجوری اینو ارزیابی میکنه؟ من باید بگم بسیار خوب بود، چون همونطور که شما گفتید در روز تشییع جنازه مهسا و بعد از دوشنبه بعد از این روز تمام احزاب یک صدا، چپ راست، ناسیونالیست، نمیدونم ایرانی، همه با هم دیگه یک روز رو اعلام کردن که در سوگ مهسا اعتصاب کنن و عصیان کنن و این جوابگو بود. این خیلی خیلی به این نیروهای سیاسی برای اولین دفعه که دیدن، اختلافات زیادی هم داشتن واقعا دموکرات، کومله، پژاک همه با هم دیگه اختلاف داشتن، ولی وقتی که دیدن با چشم خودشون دیدن، در واقع دیدن که وقتی اونا هم صدا میشن مردم هم با اونا هم صدا میشن، فهمیدن که خواست مردم چیه. مردم اتحاد میخوان، مردم یک رنگی میخوان، مردم با هم دیگه هم صدایی میخوان و این تکانی بود به تمام احزاب کردی که بله ما باید با هم دیگه کار کنیم. یعنی بله شما میگید احزاب کرد به کف خیابان‌های کردستان گوش دادن؟ یعنی 100%. به من فکر میکنم که این اعتصابی که اولین دفعه بعد از مرگ مهسا، تشییع جنازه مهسا برای دوشنبه بعدش، حالا تاریخش خوب یادم نیست، وقتی اونا فراخوان دادن که همه شهرها را تعطیل کنن، همه با هم دیگه عصیان کنن و بایکوت کنن کار و زندگی رو، اونا دیدن، روز بعدش دیدن که این جوابگو بود. خب وقتی که تو یه چیزی رو میبینی که خیلی خوب جواب میده، باید بری دنبالش. حالا سوالی که دارم درباره نسلی که امروز در اون منطقه در کف خیابانی که در حقیقت میشه گفت در سراسر ایران این تصاویر رو میبینیم یکسان هستش، نسلی جوان دهه 80 بهشون میگن در ایران، زیر 20 سال، 20 ساله، زیر 30 سال هستن. این نسل چه مشخصه مختص به خودشون دارن؟ اگه شما بیای این نسلی که امروز در کف خیابون هستش در کردستان با نسلی که شما در کف خیابون بودی در انقلاب 57، چجوری اینو مقایسه میکنی؟ یک کلمه، این نسل واقعا نترسه. این نسل میدونه چی میخواد. ما در سال 56 57 نمیدونستیم چی میخوایم. هی میگفتیم مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، ولی بعد از مرگ شاه نمیدونستیم، هیچ کدوم از رهبران هم نمیدونستن. امروز این جوانان دهه 80 واقعا میدونن چی میخوان و اونا خودشون در طول تربیت مدرن خودشون یه شخصیت واقعی پیدا کردن. ما استقلال شخصیتی جوانای سال 56 57 یا نسل‌های گذشته هرگز این شخصیت استقلال شخصیتی رو نداشتیم. ما 6 7 8 نفر بودیم در خانواده، همه خانواده ها، و
پدر و مادرها به ما نمیرسیدن. بیشتر پدر و مادرای ما خودشون سواد خواندن و نوشتن نداشتن. یعنی شما میگه این نسل با سوادتر، دانش بیشتری دارن نسبت به گذشته. 100% و از همه مهمتر در کانونی که اونا پرورش یافتن، کانون پدر و مادران جوانی بودن که خودشون مدرن بودن، خودشون میدونستن چی میخوان، خودشون میدونستن که فرزند چقدر دوست داشتنیه. پدران و مادران ما فرزند درست میکردن ولی نمیدونستن که چطوری تربیت کنن. اینا در ناز و نعمت پرورش مییابند، اینا در ناز و نعمت. بعد از این از همه مهمتر ما با تکنولوژی به دنیا نیومدیم، تکنولوژی به زندگی ما وارد شد. این موبایل هایی که، این کامپیوترهایی که هممون رو به یک خبرنگار واقعا حرفه‌ای تبدیل کرده، به زندگی من اومد. من با 1000 زحمت یاد گرفتم چطوری میشه تایپ کنم، چطوری میشه مسیج بفرستم، چطوری میشه موبایلمو به کار ببرم. ولی فرزندان دهه 80 وقتی از مادر متولد شدن، یه کامپیوتر پشت سرشون بود، یه موبایل پشت سرشون بود و اونا با این به دنیا اومدن. وقتی که تو میدونی در دنیای سریع کمیونیکیشن، در دنیایی که کمیونیکیشن در مدت 1 ثانیه از استرالیا به کانادا میرسه، این فرزندان ما امروز در کف خیابونای ایران از همه چیز مطلعن، واقعا باسوادن، واقعا میدونن چی میخوان، واقعا میدونن در دنیا چی میگذره، واقعا میدونن که این امتیازاتی که یه نوجوان کانادایی بریتانیایی داره چیه، حقوقشون چیه. اونا به حقوق خودشون واقف شدن. حالا این شعاری که از سقه سر داده شد، از کردستان زن زندگی آزادی، ما میبینیم در سراسر ایران اکوی اون شنیده میشه. شما فکر میکنید این نسلی هم باز هم که در خیابونهای رشت، بلوچستان، در شیراز، در اصفهان، در تهران هستن، همین مشخصه، دهه 80 دانشجوهایی هستن که زیر 30 سال هستن. شما فکر میکنید چه عاملی باعث شد این دانشجوها، این افراد، این معترضان جوان جاهای دیگر ایران رو به جوانان کرد متصل بکنه؟ چه چیزی باعث شد که این بار متفاوت باشه؟ ببینید، ما باید چیزو قبول کنیم. در دنیای مدرن تکنولوژی، در دنیای مدرن و سریع پرسرعت ماس مدیا و دنیای مجازی و کمیونیکیشن، ما باید قبول کنیم که این نسلی که امروز میخواد انقلاب کنه، که من مطمئنم به پیروزیم خواهند رسید، با اون نسلی که من در کف خیابون بودم سال 56 57 بسیار متفاوته، بسیار. من خیلی وقتا اینو مقایسه میکنم که قدیم میگفتن آدمهای فضایی میان به زمین و خیلی فرق دارن. چرا فکر میکنید متحد شدن؟ چرا این بار فکر میکنید سایر نقاط ایران با کردها همصدا شدن؟ ما در گذشته میبینیم، ما قیامهای زیادی در کردستان بوده، ولی همواره به عنوان جدایی طلبی میگفتن جدایی طلبی، ما اون عکس العمل رو در سایر نقاط ایران نمیدیدیم. اما این بار بجی آذربایجان رو میشنویم یا شاسن کردستان رو میشنویم. این چیزی بی سابقه ای بوده. کردستان چشم و چراغ ایران نمیدونم. چرا این بار اینجوری به باور شما؟ به دلیل اینکه این نسلی که امروز در کف خیابون هستن، به مانند نسل‌های قبل، این تعصبی که ما داشتیم، این زد و خوردی که ما با بقیه روشنفکران داشتیم، روشنفکران ایرانی، امروز نیست. دوماً این نسل امروز به این دیگه فکر نمیکنه، به این ناسیونالیسم تنگ نظرانه‌ای که ما بهش فکر میکردیم، اونا بیشتر به انسانیت فکر میکنن. حالا من چیزی که چند مدت پیش یه مصاحبه داشتیم ما همین اخیراً از دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر پیشین حزب دموکرات که در روی میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی بیش از 30 سال پیش در وین کشته شد، یک حرفی میزنه. شعار حزب دموکرات از همون ابتدا این بوده: دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان. اخیراً خب تغییر کرده به فدرالیسم. اما دکتر قاسملو در اون مصاحبه با عنایت فانی همکارمون میگه دموکراسی برای او قبل از خودمختاری باید به، یعنی دموکراسی براش مهمتر از خودمختاری بوده. شما چی فکر میکنید؟ این بینش، آیا فکر میکنید مردم امروز
کردستان مثل او فکر میکنن؟ نه، من فکر کنم این واژه ها و این شعارات و این استراتژی هایی که ما در دهه‌های 40 و 50 و 60 داشتیم دیگه کهنه شده. دیگه امروز جوابگوی جوانان ما نه در کردستان و نه در تهران و حتی در اروپا هم نیستند. امروز جوانان ما بیشتر و بیشتر به انسانیت، به صلح، به داعش، به این جنایتایی که دوروبر ما میاد هر روز میفته، این قتل عام‌ها، این جنوسایدها فکر میکنن که باید پایانی با هم بدهیم. آیه کریمی، میخواستم یک چیز دیگه هم درباره دکتر قاسمی در این مصاحبهش، چون که آخرین مصاحبهش هم بود که انجام داده بود چند هفته پیش بعد ترور شد، او میگه در این مصاحبه میدونیم به هیچ ایرانی دیگه هم اجازه نمیدیم، میگه ما خودمون ایرانی تر از هر کسی دیگه میدونیم و به هیچ کم اجازه نمیدیم که خودشون از ما بیشتر ایرانی بدانند. آیا فکر میکنید این احساس در میان کردهای ترکیه، عراق و سوریه هست که این خویشاوندی رو بین خودشون و مردم ایران بدونن، یعنی این نزدیکی رو حس میکنن؟ یا مثلا کردهای عراق این حس رو نسبت به دولت مرکزی سایر نقاط عراق دارن، یا ترکیه داره، یا سوریه به دمشق داره که کردهای ایران این قرابت ها رو دارن؟ ببین، ما به خواست خودمون تقسیم نشدیم. کردها در اولین جنگ جهانی اول در 1920 و وقتی که دولت ها و ملت ها، ستیت نیشن ها اومدن به بازار خاورمیانه خیلی دیرتر از اروپا، این به خواست مردم کردستان نبود. من تو کردستان زیاد زندگی کردم، در هر 4 گوشه کردستان، ترکیه، سوریه، عراق به خصوص و ایران زندگی کردم و رفت و آمد داشتم. در بیشتر این مرزها یه برادر اون طرفه، یه برادر اون طرف دیگه است و این به خواست مردم نبوده. اونا اومدن، دولت‌های امپریالیست بعد از جنگ جهانی اول خط کشیدن. خط قطار حالا هم مشهوره در کردستان ترکیه و سوریه، سر خط و زیر خط. اینا به خواست مردم نبوده، یه برادر اون طرف خط. به همین دلیل من فکر میکنم که هر 100 سال کم نیست در یک زندگی مدرن، در یک زندگی که دنیا پرتلاطم شده، دنیا مردم باسواد بیشتر شدن از صدهای قبل، اینا به خواست خودشون این تقسیمات رو نپذیرفتن و هر کدوم از این 4 پارچه، 4 قسمت کردستان خصوصیات خودشو داره. باید اینو قبول کنیم. ما در کردستان ایران به حکم اینکه 100 سال در زیر حکومت مرکزی تهران بودیم، نگ آذربایجان، نگ بلوچ، حکم و فرهنگ ملت فارس بر ما غالب بوده، از اونا نشه گرفتیم. کردستان عراق درست برعکس از بغداد گرفته، از عرب ها. یعنی فرهنگ عرب، فرهنگ فارس، فرهنگ ترک تأثیر به سزایی بر ما داشته. و از لحاظ تاریخی چی؟ آیا ایرانی‌ها اتصالاتی داشتن با سایر کردها در مناطق دیگه که الان تقسیم شدن؟ همین تئوری که بعدها به پان ایرانیسم معروف شد، تئوری اونا بود که کردها عموزاده های ایرانی ها هستن، فارس ها هستن، از یک نژادیم. مسئله نژادی امروز زیاد مطرح نیست، ولی قدیما اینطور نبود. اونا قدیما حتی آلمانی ها را به آریایی میشناختن، فارس ها را آریا و کردها را به. این تئوری اومد بیرون از روشنفکران ایرانی، به خصوص ارتشی های ایرانی و مخابرات ایرانی، که چرا تمام کردستان رو ایران نکنیم؟ چرا تمام قسمت‌های کردستان رو به ایران متصل نکنیم؟ این تئوری شکست خورد و این تئوری هرگز به عمل نذاشت. ولی حقیقت اینه که هر کردستانی، هر 4 پارچه با هم دیگه ویژگی‌های به خصوصی داره، متفاوتی داره، متمایزن هستن دیگه در بعضی از حالات، ولی حس ناسیونالیستی در هر 4 پارچه یکیه. میتونیم اینو بگیم که همه این مردم کردستان در یک چیز مشترکن، اونم حقوق پایمال شده خودشون. حقیقت اینه که از زمان رضا شاه من مادر بزرگم واسم تعریف میکرد که چطوری لباس کردی ممنوع بود در ظهور رضا شاه پهلوی و شلوار کردی مردها رو پاره میکردن. حالا یک سوال
مطرح شده، یعنی در چند هفته گذشته بخصوص احزاب کرد علی رغم حملاتی که به دفاتر اونها در کردستان عراق شد، ما هیچ عکس العمل نظامی ندیدیم. میدونیم که اونا گروه‌های مسلح دارن، نیروهایی دارن که مسلح هستن، میتونستن وارد بشن، میتونستن اگه در گذشته هم درگیری بوده، ما در این مدت هیچ درگیری ندیدیم. خیلی از روشنفکران ایرانی این صحبت رو مطرح میکنن، میگن اگه احزاب کرد با این سابقه طولانی که دارن، مثلا حزب دموکرات بیش از 70 سال سابقه داره، شاید بشه گفت یکی از قدیمی ترین حزب فعال ایران هستیم، ما پژاکو داریم، ما کومله رو داریم. خیلی ها میپرسن چرا احزاب کرد خودشون رو محدود کردن به مناطق کردنشین ایران، چرا در سایر بخشای ایران با مکاتبه نکردن، ارتباط برقرار نکردن، مثل حزب دموکراتیک خلقا در ترکیه که حزب سوم ترکیه است، بسیاری از رای دهندگان اونها کرد نیستن، ترک هستن. چرا به باور شما احزاب کرد نتوانستند این گونه در سایر نقاط ایران بتونه اصلا برنامه‌های خودشون رو نشون بدن؟ بسیار بسیار سوال خوبیه. میدونی چرا؟ به این دلیل که ما کردها در ایران که ما را عموزاده هم میدونن، ما را از خودشون میدونن، در حرف، در نوشتن همیشه بیگانه بودیم. ما همیشه همشهری درجه 2 بودیم. رضا شاه به مثابه یک همشهری درجه 2 به ما نگاه میکرد. هم بعد از اون پسرش محمد رضا شاه همچنین به ما به درجه 2 نگاه میکرد و حکومت اسلامی که اصلا حقوق ملیت ها را نمیشناسه، میگه همه اسلامن، همه امتن. به همین دلیل ما همیشه بیگانه بودیم و نتونستیم مثل کردهای ترکیه که اونا خیلی زودتر از ما اسیمیله شدن و تونستن. میدونی یکی از بزرگترین شهرهای کردی در دنیا استانبول است. اونا خیلی به خاطر کار، به خاطر گرسنگی، به خاطر پیدا کردن لقمه اینا برای فرزندانشون فرسخا ببین رفتن. سوال من اینه، ما درباره تکنولوژی حرف زدیم، درباره ارتباطات و فضای مجازی و میشه راحت ارتباط برقرار کرد. احزاب کرد که الان در داخل ایران نیستن، همه در خارج است که تونستن، با ما دیدیم که مؤثر بودن در این تظاهرات. صحبت اینه چرا نتونستن از این تکنولوژی استفاده کنن، از این امواج تلویزیونی و رادیویی و اینستاگرام و توییتر و اینا استفاده بکنن با سایر بخشای ایران؟ به نظر میاد هیچ گونه تلاشی هم از طرف اونا نبوده که حداقل خودشونو بشناسونن به سایر بخشای ایران. چرا نتونستن این کار رو انجام بدن؟ برای این چرا ما یه مقدمه لازم داریم. ما یک دفعه بعد از مرگ مهسا تو جایی افتادیم که انتظارمون نبود. تو میدونی 43 ساله ما در تبعید در کوها زندگی میکنیم. ما هیچ امتیاز زندگی کردن، حتی حقوق این که پدرمون مادرمون فوت کردن بریم سر مزارشون، این را هم نداشتیم. این سوال تو بیشتر مربوط به احزاب سیاسی میشه، چون احزاب سیاسی هستن که باید برن سراسری بشن، برن تو بقیه. به نظر شما این ایده میتونه عملی بشه؟ بسیار ایده خوبیه. یعنی جامعه ایران به این شرایط رسیدن، به این لحظه رسیدن که فکر بکنن خب تا دیروز این احزاب از طرف بسیاری از، فقط حکومت نبود، بسیاری از کنشگران ایرانی هنوز خیلی خارج از کشور به عنوان گروه‌های جدایی طلب به اونا نگاه میشه. یعنی شما فکر میکنید این نسلی که امروز در خیابان هستن حاضر هستن گوش بدن به مانیفست مثلا حزب کومله یا دموکرات یا پژاک؟ 100% ما باید کار اطلاع رسانی بکنیم. این تازه شروعه، بسیار بسیار زوده برای این پرسش شما. ما به زمان نیاز داریم. ما به زمانی نیاز داریم که در صلح و آشتی با هم دیگه زندگی کنیم، که دیگه جنگ نباشه، جنوسایت قارنا و قراتان و نمیدونم شهرها و دهات کردستان دیگه نباشه. ببینی تو میگی جنگ نبوده در این 60 روزی که 70 روزی که مهسا کشته شده. چرا؟ همین دیروز پریروز بود که موشک‌های جمهوری اسلامی به مقرات کومله و حزب دموکرات برخورد کرد و چندین نفر شهید شدن در اونجا. پس جنگ تموم نشده. ما باید یه فرصت داشته باشیم. تو میدونی که در صلح هست که ما بیشتر دیگه حالی میفهمیم هم دیگه رو. در جنگ ما هم دیگه رو نمیفهمیم. در جنگ
پاسخ آخرین سوالو دارم. من این سوال باید حتما بپرسم آقای کریمی. ما میدونیم تلاش‌هایی از طرف دولت ایران بوده حتی برای اخراج احزاب کردی که در کردستان عراق اقلیم کردستان حضور دارن. اولا ما عکس العملی که از حکومت اقلیم دیدیم خیلی در حد یک بیانیه بود و یک اعتراضی بودی، چیزی نبوده. به باور شما این قدرت داره ایران که هم دولت عراق و هم اقلیم رو وادار کنه که این احزاب رو از اون منطقه اخراج کنن؟ من تازه از اونجا برگشتم. واقعا مشکله. اونا اگه بتونن همین امروز این کارو میکنن. خیلی وقتا هم خواستن این کارو بکنن، ولی به هر حال تو میدونی که دور از احزاب سیاسی، جدا از احزاب سیاسی، مردم کردستان ها با هم دیگه یه همبستگی بسیار روحی دارن با هم دیگه. شهرهای سلیمانی و حوله و اربیل و شهرهای کردستان عراق به این زودی به این راضی نمیشن که هم وطنان خودشونو هم نژادهای خودشونو بیرون کنن. این یک کم مشکله و احزاب سیاسی هم میدونن که این یک ریسک بسیار بزرگیه که اگر بخوام با زور این احزاب رو دور بیندازن از مردم خودشون جدا میشن. حقیقت اینه که بهترین راه اینه که ما در این انقلابی که واقعا ژینا شروع کرد و واقعا انقلاب بسیار بزرگی بود، اولین سرکرده‌ای هست، اولین رهبری هست که به مردن خودش به رهبری رسید. اینه که ما بیشتر به این راه بریم که همدیگر رو قبول داشته باشیم و حقوق ملت کرد باید به رسمیت شناخته بشه و الا ما همین راه رو میریم دوباره برمیگردیم. خیلی ممنون. علی کریمی، نویسنده و فعال سیاسی کرد، تشکر که در این برنامه شرکت کردید. خیلی سپاس. برای شما تشکر.